از هیئت محترم رهبری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری و سکتور خصوصی با مناسبت تدویر میله دهقان و یا نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی سال 1403 از صمیم قلب تشکری نمایم. افغانستان چون که یک کشور زراعتی و مالداری بوده، بیشتر از 80% ملت افغانستان روزگار خود را از طریق محصولات زراعتی و مالداری به دست می آورند و از این طریق امرار معاش می نمایند. از این جهت مسئولین امارت اسلامی افغانستان به ویژه وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری و همچنان یک بخش بزرگ از سکتور خصوصی در این بخش الحمدلله توجه خاص دارند تا ما بتوانیم با ایجاد زیربناها سکتور زراعت را ترقی بدهیم، تا اینکه سردخانه ها، بعض سردخانه هایی که حکومتی هستند اونها هم بعضی از اونها نیمه کاره ماندند، اونها تکمیل شوند و همچنان از سکتور خصوصی هم خواهش ما است که به خاطر ایجاد سردخانه ها در این بخش سرمایه گذاری نمایند تا اینکه زیربناهای کشاورزی ما و شما باعث تقویت زراعت افغانستان گردد و همچنان پالیسی واضح امارت اسلامی افغانستان به خاطر حمایت از سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری ای به کسی پوشیده نیست. امارت اسلامی افغانستان از ابتدای فتوحات در این بخش الحمدلله توجه خاص کرده است و به حمایت خود از سکتور خصوصی همیشه ادامه می دهد و همچنان امارت اسلامی افغانستان از تدویر نمایشگاه های محصولات زراعتی در عرصه های مختلف حمایت نموده است تا اینکه محصولات زارعین ما به فروش برسد و در آینده هم انشاءالله به خاطر بازاریابی برای فراورده های زراعتی خود و محصولات زراعتی خود انشاءالله به سعی و تلاش خود ادامه میدهیم. البته به خاطر کامیاب ساختن عرصه زراعت و تدوین یک پالیسی کارا و سرمایه گذاری در این بخش می تواند منجر بر رشد بالقوه سکتور زراعت و در کاهش فقر و رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های کاری، بهبود حاصلات زراعتی ما گردد. تا حال طریقه کار ما و شما در بخش زراعت همان بخش عنعنوی است که پیش می رود. در آینده ما به این ضرورت داریم که تا تنوع در سکتور فرعی غلجات و حبوبات توجه نماییم تا اینکه باعث پیشرفت زراعت ما و شما گردد و همچنان استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته که باعث تقویت زراعت می شود. دهقانان عزیز ما و همچنان مسئولین وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری کوشش نمایند تا آگاهی عامه به سطح کشور صورت بگیرد. دهقانان عزیز از این ابزارها استفاده بکنند تا محصولات زراعتی ما و شما بیش از پیش
ثمرات و محصولات زیادتر بدهد، باعث تقویت و رشد سکتور زراعت ما و شما بگردد. امارت اسلامی افغانستان انشاءالله به تمام عرصه ها حامی سکتور زراعت خواهد بود. سال گذشته هم در هر ولسوالی افغانستان یک چک دم به خاطر مهار ساختن آب افغانستان از طرف امارت اسلامی افغانستان اقدام صورت گرفت و امسال هم انشاءالله امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا اینکه چکدم ها در ولسوالی های مختلف ساخته شود، آب افغانستان به صورت صحیح مدیریت شود و همچنان به سطح عموم هم استفاده از آب هم مثل سیستم قطره‌ای ترویج شود و بجای از این که شب روز آب در یک جای اعلام می باشد، آب زیرزمینی ما و شما از حد زیادتر به مصرف می رسد، سیستم های قطره‌ای ترویج شود تا اینکه به اندازه ضرورت از آب استفاده صورت بگیرد. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان با تمام عرصه ها حامی سکتور زراعت خواهد بود و هر امکاناتی که به دست دارد به خاطر حمایه دهقانان عزیز و به خاطر حمایه مالداران عزیز انشاءالله سعی و تلاش خواهد کرد. همه مسئولین امارت انشاءالله حامی شما و حمایه کننده سکتور زراعت خواهد بود.